این هفته خبر تو خبر داره براتون از مجالس تک نفره عظما و نوچه های عمامه‌دارش که مثلا قرار جلسه روزخونی باشه، اما به جلسه پاچه‌خواری عظما و در بردنش از مهلکه کرونا تبدیل شده. اما این که ما دیروز در جمع کادر درمان مشهد عرض کردم، گفتم خیلی شما خدا رو شکر کنید، به خاطر اینی که رهبر عظیم الشأن انقلاب این گونه از این جریان کار شما دفاع کردند، هم خودشون احتیاطشون، هم نسبت به واکسن، هم نسبت به شهدای شما، هم نسبت به کار شما، واقعا و همشون تصدیق کردند. گفتم اگر این نبود شما خیلی دچار چالش می شدید. این جماعت هر چقدر هم برای عظما ماله کشی کنند بازم به نتیجه نمی رسند. مشکل توی صندلی ولایته که بعد جوری اسقاطی شده. از اون طرف آخوند پهنیان هم فرصت روزخونی رو مغتنم شمرده تا لاپوشانی آخوندها در رابطه با آمار قربانیان کرونا رو اینطوری ماسمالی کنه. آمار کرونا رو شما به عنوان اطلاعات، اگر اطلاعات زیادی باشه بیارید به مردم بدید، مردم ممکنه قدرت تفکر منطقیشون درباره ارزیابی این بیماری رو از دست بدن. وقتی از دست بدن و هر نتیجه گیری غلطی رو میتونید به مردم تحمیل بکنید و بیرون آوردن مردم از این اشتباه خیلی کار سختی میشه. هم میاره اون آمار زیادی که تو چرا باید اینو بدونی؟ مگر الان شما تعداد مثلا MSC ها رو میدونی، تعداد سکته ها رو میدونی، تعداد دیگر رو میدونی. پدرزن رئیسی جلادم که از وضعیت آشولاش نظام ولایت با خبره حسابی به دست و پا افتاده و نسبت به سرکوب شدن ولایت فقیه آه و ناله میکنه. خدایی نکرده اگر اخلاص رو از دست دادن، از شیفتگی خدمت بیرون اومدن، تشنه قدرت شدن، دشمن اینا رو به جان هم میاندازد. اینا لشکر ولایتن. لشکر ولایت اگر سرکوب شد ولایت سرکوب میشه. دور تکخوری این جماعته و میخوان هرچی هست و نیست رو خودشون بالا بکشن. Look, oh, bless her. Oh no, here comes one. حالا بشنوید از جفنگویی‌های رئیسی که هر بار برگ جدیدی رو میکنه. بعضیا میگن که چرا شما موشک میسازید اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ جوابش مشخصه، چون ما تکنولوژی صنعت موشکی رو سرازیر نکردیم تو صنعت خودروسازی. اگر این سرازیر میشد اونجا میشد موشک. احتمالاً وقتی تجربیات موشکی رو در صنعت خودروسازی سرازیر کنن موتور رو اینطوری جا میزنن. نتیجه سرازیر شدن تجربیات موشکی در صنعت خودروسازی هم یه چیزی تو این مایه ها. تحویل خودرو با 28 سال تأخیر، رکوردی که میتونه در گینس هم ثبت بشه. ایران خودرو امروز یه مشتری ویژه داشت، شهروندی صبور از گچساران که 28 سال برای تحویل خودرو انتظار کشید. یکی نیست به این جماعت دزد بگه شما قیمت تخم مرغ رو درست کنید، سرازیر کردن تجربیات موشکی در صنعت خودروسازی باشه طلبتون. امروز رفتم فروشگاه رفاه خرید کردم تخم مرغ، همینطور که مشاهده میکنید 20 تاییش هست 53950 تومان، دونه 2700 تومان. اگر بخوایم 30 تایی حساب کنیم یک شانش میشه 81000 تومان. تو این گرانی تورم چجوری مردم بخوان اینا رو تهیه کنن؟ اگه سوالتون شده که اقتصاد ولایی
چطوری به این روز افتاده؟ یه نگاهی به نظریات اقتصادی خمینی گور به گوری بندازید. اما قضیه اقتصاد، ما همون جو و گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافی است. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک بعدم ممکنه غذا بخوریم. بنای اقتصادی که معمارش خمینی باشه نتیجهش همین میشه. بشنگستان این هفته رو با جدیدترین سوتی رئیسی شروع میکنی که به مگاوات میگه مگاوامات. ما در نیروگاه اتمی امکان این که بتونیم این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات هست اینو تبدیل کنیم به یک میزان 3 برابری. بچه‌های کلاس ششمی هم برای مسخره کردن رئیسی کلاسی که توش درس خونده رو اینطوری بازسازی میکنن. نه که او خب میشه. البته این سوتی‌ها تو نظام ولایت با رئیسی شروع نشده. جنتی لعنتی هم در این زمینه رکورد داره. مهمترین محورهایی که من دارم میخوام خدمتتون عرض بکنم اینا چی هست؟ یک، نابسامانی هایی که در مملکت هست. این طلبه مشنگ هم کلیپ ضبط کرده تا دشمنان نظام رو بترسونه، اما بیشتر اسباب خنده شده. جالب اینجاست که خودش هم میدونه قد دشمن فرضی ازش بلندتره. نمیگذریم از خون سردار نمیگذریم. تمرین ورزشی این آقا خرچنگه از تمرین اون طلبه باورپذیرتره. خلاصه ای که آخوندا به دروازه خودشون که میرسن تا دلتون بخواد گل میزنن، اما به دروازه حریف که میرسن این پاشون به اون پاشون میگه غلط کردی. دروازه با میه بیرون، حالا دروازه خالی. حمید خسروی چینه دروازه. وای کاظم بزن داغته ببینم. کاظم داغته ببینم. دروازه خالی ببینه، یک خروج ناموفق. دروازه خالی، حمید خسروی زد خورد به تیر دروازه. کاظم کنترل کرد. کاظم با تریلی رود بگازم. ایشی کار. بعد از گذشت 33 سال از پایان جنگ هنوز که هنوزه آخوندا در توجیه اون جنگ خمینی ساخته موندن. ببینید این کارشناس مشنگ جنگ برای ماسمالی کردن سوال نسل جوون چه مسخره بازاری را انداخته. حرف درستی میزد. یه جوون تو دانشگاه صنعتی شریف، من داشتم یه دوره‌ای بود برای تدریس، ببخش نمیشد جنگ نشه، نه سیاسی بود نه نهضت آزادی. یه جوون نخبه این کشور بود، صادقانه اینو سوال کرد، نمیشد نشه. بعدم منم هم بر اون استدلال که هم بعدم میگفتم وقتی یه چیزی میشه قابلیت داشته بشه، اگر نمیشد نشه نمیشد، پس وقتی شده میشده بشه که شده. آره حالا این اینجوریه. غرضم اینه که این هم واکنش طبیعی یک کودک 1400ی نسبت به پاسخ کارشناس مشنگ نظام. فیلمسازای بسیجی کلی فکر کردن که یه فایده برای عمامه آخوندا دست و پا کنن، اما به جایی نرسیدن. النهایه به این نتیجه رسیدن که تنها فایده عمامه آخوندا اینه که ضربه‌گیر علمک گاز باشه. سلام سعید جان. شکرم علی جون. ماشاءالله. حسینه؟ آره داداش قربونت برم. یه نفر حساب میکنم. یه بالا. مرسی. همین بغله.
چی شد؟ صبر کن ببین. حسین چی شد؟ وایس. هیچ چیش نشد. قربونت برم بابا. در شرایطی که مردم ایران از تأمین حداقل‌های زندگیشون ناتوانند، ببینید این آخوند حکومتی با چه وقاحتی از دستاورداش پرده برداری میکنه. حالا خیلی از دوستانی که اینجا هستن متوجه نشدن که حضرت عالی چند فرزند دارید، چند نوه دارید و چند سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد داشت. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم. اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ماها متوسط بچه داریم. 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده. ولی خب حدود 39 سالمه و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مون هم دنیا اومد. سکانس آخر این هفتمون یه شیرینکاری دیدنی از طبیعته. ببینید یه بذر کوچولو چطوری تبدیل به بادمجون میشه.